نماز تهجد چند رکعت است؟ کدام سوره ها را خواندن لازم و در کدام وقت شب؟ خواهش میکنم به این سوال روشنی اندازه. نماز تهجد از همه کمش 2 رکعت است، از همه زایدش 12 رکعت است. بنابر کسانی که همت دارند نماز روشنایی چشم اونهاست، نماز دوست می‌دارند 12 رکعت خوانند. کسانی که کم حوصله هستند 2 رکعت خوانند، دیرتر میخستگی ها. کدامی که ذوق بسیاری دارند این 8 رکعت خوانند. هر کدامش هم درست است. فقط نماز تهجد وقتش بعدی نماز خفتن میشه. وقتی که خفتن میخوانی که خواب میری بعد از آن میخیزی میخوانی. و الا اگر رفتو شما باوری به خستنتان نداشته باشه، بعد از نماز خفتن که خانه رفته از مسجد، خانه تان که رفته طهارت تازه کنه، 2 رکعت یا 4 رکعت به نیت تهجد خانه، بعد از آن خواب روی. سحر بیدار شده پیش از صبح خوب با اثر میخوانی 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت. اگر خسته که صبح تو میده همون شب اولی شب خواندگیتان انشاءالله از نماز تهجد حساب میشود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی برای امت غمخوارند؟ حضرت ثوبان میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان هذا السحر جهد ثقیل، شب خیزی وزنین است، مشکل است. فاذا اوتر احدکم، وقتی که یکی از شما نماز وتر شب میخواند، فلیصلی بعدها رکعتین، بعد وتر 2 رکعت نفل خواند گفتند. فان قام، اگر شب خیز است برای نماز تهجد خوب، و الا کانت له، رواه الدارمی. اگر خوابش بردمونه همین 2 رکعت قائم مقام نماز تهجدش میشود. بنابر کسانی که شب خیستند از خودتان باوری ندارید، حتما بعد از نماز خفتن همین 2 رکعت نماز خونید. در حق فرزندان من دعا کنید که در شهرهای روسیه کار میکنند و در حق پسرهای تاجیکی که در محکمه های روسیه محبوسند دعا کنید خدا اونها را خلاص کند. پروردگارا همه جوانایی که در غریبی ها کار میکنند و در زندان ها محبوس شدن از سبب کمبودی هاشان، پروردگارا اونها را خلاص گرداند. آمین یا رب العالمین.